یک ایراد کۆتۆهی کۆچەڕۆبی توجیک بزنه که سگش بالای گوڵهۆی шинондаи او در سаҳни منزلی بسیۆрошёنае در مسکو اخلот مکرد باعث لطو کوب و газида شدنی گوشش شد. محمدالله دولتزاده مهاجر 51 ساله تاجیک روزی 21 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا در بیمارستان 67 پایتختی روسیه بستری است. دولتزاده میگوید روزی 15 آگوست هنگام جمع آوری پرتوها بزنه که میگذاشت سگش با بالای گلهای шинондаи او اخلات کند ایراد گرفت. فقط گفتم که بگذار در جای دیگر قضای حاجت کند. این زنی ناشناس در جواب گفت تو خودت کی هستی که به من ایراد میگیری؟ نقل کرد دولتزاده. این مهاجر تاجیک میگوید ظاهرا همان روز گپی بین او و این زن روز به پایان رسیده بود. او گفت او ریختم گلوزکی دستم در چوینه یک مردک اومد نفهمیدم کی البرشی من نفهمیدم که چی میخواه اومدم این نو پرسیده دارم همینی به دستی رو بستم خیلی دمدار بودد برون دمدارم شکست و همه خیلی پریدم خیلی چوینه کریسم در موقعی که در اون رسیده باشم خیلی چوینه خطیری کرد. پس از این حادثه محمدالله دولتزاده به اداره پلیس شکایت میبرد، اما کارمندان پلیس او را متقاعد میکنند که بهتر است عریضه‌اش را بازپس بگیرد و از پی مناقشه نرود. اما این گذشته دولتزاده باعث بار دیگر مورد حمله قرار گرفتنش شده است. پول مصیبتم که اومد اما خیلی دست خیلی خفید که رفتیم پیش زنی من میره بخشش میپرسی یا یکی دیگه کار نمیکنه یا چون خیلی من بخش دستش خورچه داشت ترسیدم رفتم من نمیرم و مرم افتر بورم و کار بکنم باید که نمیرم تو خد مشیدم ترشیدم در گردم تو خیلی بود وقت خیلی رفت بودم گوشم خفید گوشم کردی دیگه دو کردم. محمدالله دولتزاده 10 سال باز به حیث کۆچەڕۆب در یک بینای سرآشیانه در مسکو کار میکند. اکثریت ساکنان این بنا او را میشناسند و از صفتهای خوب او توصیف میکنند. در همین حال وکیلان مدافع سازمان общественный вердикт به حمایت دولتزاده پرداختند. ایرینا بیریوکووا یکی از وکیلان مدافع سازمان общественный вердикт در صحبت با رادیو آزادی گفت دولتزاده در یک حالت افسردگی قرار دارد و بنابراین او از نام دولتزاده به عنوان وزارت کارهای داخلی و کمیته تفتیشات روسیه شکایت برده است. با گفته بیریوکووا نفری حمله‌گر نیز در عین زمان علیه دولتزاده به پلیس شکایت برده است. این وکیل دفاع میگوید کۆتۆهی دولتزاده در آن است که او پس از حادثه اول لطو کوب شدنش از عریضه خود در اداره پلیس دست کشیده است. این سازمان جمعیتی برای تبابت دندانهای دولتزاده 10,000 روبل جدا کرده است و مسئولانش میگویند در صورت ضرورت مبلغ علاوه‌ای آماده‌اند کمک کنند. ایرینا بیریوکووا گفت پس از 2 مورد لطو کوب دهان و معاینه سر و گوش دولتزاده آسیب دیدند. در همین حال خود دولتزاده میگوید نمیخواهد کارش به دادگاه کشد و با بهتر شدن سلامتیش میخواهد به تاجیکستان برگردد. لودمیلا زایتسوا یکی از ساکنان خانه بسیۆرۆشۆنەی کوچه ماتویفسکای 18 میگوید بیش از 10 سال باز دولتزاده را میشناسند و از آنچه با او گذشت در تأسف هستند. عبدالله دولتوف رهبر سابق اتحاد تاجیکان روسیه میگوید پایمال شدن حقوق مهاجران تاجیک در بسیاری موارد از بی پشتیبانی آنهاست. او گفت اونا میدونن که بستر تاجیک هر ظلمی که هست اونا دیگه به جواب میمونن، هیچ کس برای از پشت اونا نمیتونه. اونا را همین چیزو میگن حامیای حفظ حقوق انسان روس اینا که خبردار شدن اونا پشتیبانی میکنن و این چیزا رسانه‌ای میشه. اگر که حامیان حقوق روس اگر که پشتیبانی از اینا نکنند سر صدا بلند نکنند دیگه هیچ کس از پشت تاجیک نیست. برای همین این مردم هم میفهمد. بیگانه ستیزی و بدبینی نسبت مهاجران تاجیک در روسیه پدیده نو نیست، ولی کارشناسان میگویند بعد تحریم ها و بیشتر شدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی شمار افراد ناراضی زیاد می شود. در چنین حالت مهاجران خارجی که در چشم بسیار ساکنان روسیه گویا برای گرفتن پول ساکنان محلی اینجا آمدند شطه اول این جهل و خشونت را میخورند.